سلام دوستان، میخواستم یک ویدیوی ساده بگیرم ولی نمیشه از ساده گذاشت دوستان. فقط خواستم درباره رنگ‌های شکم براتون توضیح بدم. هرچند پیام خودی تابلو واضح است دوستان. رنگ‌های سیاه نماد غم و اندوه است دوستان. و همچنین در مقابل رنگ‌های سیاه، رنگ‌های سفید نماد پاکیزگی و بیگناهی است دوستان. و رنگ‌های سرخ و نارنجی که در ترانش استفاده شده به معنی خوشبینی و قدرت است دوستان، یعنی شور و شوق است. به این معنی دوستان با وجود تاریکی که مثال وجود داره ما شما میتونیم خوشبین باشیم، چرا که برای هر تاریکی روشنی آمدنی است دوستان. و همچنان دوستان با امید روزی که تمام مکاتب خواهرای ما شما همچنان برایشان باشه و همچنان با امید رشد تمام شما تشکر.